باز اینترنت دیدم یا مردک فرزان شده زده خیلی کی مقصد فرزان شده کشته ایرادنا سبحان الله همه قضیق شدم در اگه عقل آدمی خیلی رفتارا راست نمیه. برادرای عزیز پدر منو حق نداره فرزان شه بزنه تا که مادر حق دارم خیلی مچکه کنه فرزان شه. هوایم مادرم سخت نیرادن مقصد سلیخکه یکون شپلاغ یکون ایرینکه قطی یکون جاروب قطی فهمید ایرادن. ما این فکر شخصی ما هم خیلی بابایا رسیدگیم رادن باید پدر منو یه حیات فرزانش محافظت کنم مقصد پشتیش بگیرم. اصلا من خیلی کلان شدم رادن مرا معلم زوج پاوج غم میداد تمام میگفتم و تا میرفت یکون سومک میجقی زنکش همه گرفت زوج ملیسا خونه دامه قایلدم. مقصدی گپای ما برای پدرها بود رادن زویدین که بگیرین تربیه کنین بخرونه بپشونه همون کودکا شما را زورا نکردین که فرزندی شما شوان فهمیدی رادن. یعنی همون یخی پدر رو رفتار میکن که بوده همون کودکی نابالغ شما را چیز ابیازونه باید وای تستر کلان شوه شما را بخرونه بپشونه فهمیدی رادن. خطون در حیات هیچی کدگی نیستن اینه که ای فرزندو همه چی را میخواین فرزندتون ای شوه او شوه. برای این نوعی شدن فرزند مهر و محبت دادن در کن تربیه دادن در کن نه که فرزند او چشم بزنی بکشی فهمیدی. وقتی هم قلمم کدگی ایده این چیزا باید دیگه پدر دا عبرت شوه مهر و محبت فرزنده در کن تمام نه پلیته نه چیزی فقط پدرش کن مهر و محبت عصبی میکننده.